مهمترین اختراع توماس آلوا ادیسون چه بود؟ دوربین تصویربرداری. میکروفون. بله، میکروفون و دوربین جز اختراعات ادیسون هست، ولی جواب مد نظر ما نیست. راهنمایی میکنم. بفرمایید. خب توجه بکنید. ببینید من الان دوچار چی میشم؟ پارکینسون مزمن. نه. ببینید. حالا حرکت موزون انجام میدی؟ برای بلفی تا حرکات موزون ایجو انجام میدی. حرکت موزون. اگر یهو اینجا تاریک بشه میگن چی رفت؟ میگن نور رفت. خب باشه، اسم دیگه این نور چیه که رو سر ماست؟ روشنایی. خب چی باعث این روشنایی میشه؟ پروژکتور، نئون، لامپ. خب احسن، به جای خوبی رسیدیم. همینایی که گفتی با چی روشن میشن؟ با کلید روشن خاموش میشه. نه دور شدید. دور شدید. اصلا فراموش کنید. فراموش کن. ای لعنت. میگن به طرف سریع برو برگرد. مثل چی برو برگرد؟ موشک. مثل موشک برو برگرد. نه میگن طرف رفت با سرعت چی اومد؟ اولش هم ببر. با سرعت ببر. ای لا. مهمترین اختراع ادیسون ببر بود.